حالا به این فکر کردی که چی میشد اگه زندیه پیروز بود و قاجار شکست میخورد؟ منم امروز همینجام که دقیقا همین موضوع بخوایم بررسی کنیم. پس بی مقدمه بریم سراغ چیزایی که باید قبل از شروع داستان بدونیم. کریم خان بعد از مرگش هیچ جانشینی مشخص نکرده بود. واسه همین کشور رفت توی آشوب بی سابقه و واقعا وحشتناک. برادرکشی زندها شروع شد، شورش قاجارها شروع شد و خیلی از حاکما خواستن که جدا بشن. بزرگان به این نتیجه رسیدن که ابوالفتح خان و محمد علی خان میتونن جانشینای کریم خان باشن. ولی در واقع قدرت دست زکی خان و صادق خان بود، کسایی که حاضر نبودن به این راحتی یا قدرت رو تسلیم کنن. زکی خان شیراز رو تصرف میکنه و بزرگان زند رو میکشه و روی مردم مالیات‌های زیادی وضع میکنه و همینطور دستور غارت شهرهای دور و بر رو میده تا بتونه خزانه‌ش رو تامین کنه. بعد از زکی خان صادق خان به قدرت میرسه که یکی از کارهایی که میکنه که خیلی بعداً روی آینده زندیه تاثیر داره، خالی کردن خزانه زندیه است. همچنین مرد نالایقی بود و نمیتونست نظم عمومی ایجاد کنه. تو همین بحبوحه بود که آقا محمد خان به بهونه کفتربازی از شیراز خارج میشه. حالا اینجا منظورم از کفتربازی واقعا این بوده که پرنده شکاریش رو رها میکنه و به نگهبانا میگه میخوام برم دنبالش و اون نگهبانای احمق هم اینو قبول میکنه. آقا محمد خان فرار میکنه و میره از سراباد تا اونجا بتونه قبایل قاجار رو متحد کنه. تو همین زمان علی مراد خان شورش میکنه و صادق خان رو میکشه و در اصفهان تاجگذاری میکنه. اما خیلی زود علی مراد خان هم زیر قدرت و شورش ها نابود میشه و جعفر خان پسر کریم خان قدرت رو تو دست میگیره. جعفر خان با قاجارها درگیر میشه و خیلی زود ترور میشه. حالا اینجا تنها مرد شایسته‌ای که از خاندان زند میمونه لطفعلی خانه، مردی که به پهلوانی، مردم دوستی و وفای به عهد معروف بود. البته لطفعلی خان تو زمان شروع حکومتش خیلی مشکلات زیادی داشت، مثل خیانت‌های بزرگی که جلوتر براش اتفاق میفته و خزانه خالی و خلاصه کمبود نیرو و کمبود منابع. جنگ‌های مهمی مثل حوالی اصفهان، دفاع یزد و عقب روندن نیروهای قاجار از شیراز. تو همین زمان است که حاج ابراهیم کلانتر خیانت میکنه و دروازه‌های شیراز رو به قاجارها باز میکنه و ارتش زند رو خلع سلاح میکنه. لطفعلی خان به کرمان فرار میکنه. مردم کرمان خیلی استقبال گرمی از لطفعلی خان میکنن چون خیلی دوستش داشتن. اما از بخت بعد کرمانم بعد از 4 ماه سقوط میکنه. خواجه قاجار دستور میده که چشمان تمام مردان رو در بیارن و زنان و دختران رو بفروشن و شهر رو تاراج کنن. لطفعلی خان بازم به بم فرار میکنه ولی دوباره از بخت بد حاکم بم خیانت میکنه و لطفعلی خان رو تحویل آقا محمد خان میده. لطفعلی خان بعد از ماه‌ها تحمل شکنجه بالاخره توسط آقا محمد خان کشته میشه. حالا اینجا میرسیم به سوال اصلی ویدیو. حالا چی میشد اگه حاج ابراهیم کلانتر خیانت نمیکرد یا خیانت شکست میخورد؟ احتمالاً از اولین کارهایی که دولت زند میکرد بازسازی خودش و نابود کردن قاجار. حالا چندین سال گذشته و دولت زند قدرت رو کامل تو دست داره. اقوام مختلف هم ازش حمایت میکنن و این توی عرصه قدرت یه امتیاز بزرگ. میرسیم به جنگ‌های روسیه با ایران بر سر قفقاز، چیزی که قاجارا توش عین سگ شکست خورد. اگه نظام زند اون زمان همون ارتشی که زمان کریم خان درست کرده بود، یعنی توپخانه قدرتمند و سوار نظام حرفه‌ای رو داشته باشه، میتونه یا جنگ اتفاق نیفته یا خیلی دیر اتفاق بیفته و اگه هم اتفاق بیفته احتمالاً ایران اون همه زمین از دست نده. اینجا یه سری احتمالاتی هم هست که یکی از این احتمالات ائتلاف نظامی ایران و عثمانی علیه روسیه است. حالا ما از اینجا روی این حساب میکنیم که زندهای اصلاح طلب مدرن حاکم ایران شن، کسایی که باعث میشن ایران سریعتر صنعتی بشه و راه پیشرفت رو بره. حالا اینجا میخوایم یه قضیه خیلی جالب رو باز کنیم. زندیه یه دولت خیلی مردم سالار و بعضاً طرفدار بازار آزاد بود. پس اینجا میشه احتمال داد که مشروطه احتمالاً خیلی زودتر میتونست توی زندیه اتفاق بیفته. مشروطه توی ایران زندی به نشونه اینه که مردم توی حکومت کاملا دخیلن و این باعث محبوبیت دولت میشه، چیزی که باعث میشه تو جنگ‌های پیش رو مملکت خیلی سفت‌تر باشه. میرسیم به جنگ جهانی اول، جایی که ایران میتونه صنعتی شه ولی نه به سرعت اروپا. ایران با بی‌طرفی ظاهری اینجا میتونست توی عرصه جهانی قدرت نمایی کنه و بشه یکی از قدرت‌های مهم خاورمیانه.
ایران اگه در عرصه جهانی میتونست قدرتمند شه، میتونست جلوی خیلی از قراردادهای ناعادلانه با انگلیس و روسیه رو بگیره. ایران متاسفانه بازم زمین بازی قدرت‌های بزرگ میشد، ولی قطعاً آسیبا کمتر و یه جوری فاجعه نمیشد، ولی بازم آسیب‌هایی میتونست اتفاق بیفته. اگه ایران زندی با همون سیاست کریم خان میخواست پیش بره، احتمالاً حتی ایران وارد یه سری معامله‌های تجاری بزرگی با انگلیس میشد. نفت احتمالاً با کمک مشروط مردم و شاه میتونست ملی بشه و این یه ثروت خیلی بزرگ برای ایران داشت. قطعاً توی این زمان هم قحطی بزرگ اتفاق نمیافتاد که بخواد جون اون همه ایرانی رو بگیره. اینجا میشه گفت که حاکمیت پهلوی هم تقریباً میتونست اتفاق نیفته، چون دیگه احمد شاه نالایقی نبود که بخواد رضاخانی قدرت رو تو دستش بگیره. جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، هنوزم دولت ایران تحت فشاره ولی خیلی کم. احتمال همکاری زیرکی با متفقین زیاده، ولی این فقط برای اینه که ایران نابود نشه. همکاریایی که با متفقین میتونست بشه این بود که ایران رو در واقع هم پل پیروزی کنن، ولی بدون جنگ. جنگ جهانی دوم تموم میشه و ایران یا طرف برنده است یا بی‌طرفی که آسیب ندیده و این واقعا برای ایرانی که تو مسیر پیشرفت خوبه. توی جنگ سردم با توجه به سیاست‌های بازار آزاد ایران در زمان زندی، ایران میتونست جزء کشورهای بلوک غرب باشه یا اصلا مثل هند بلوک‌ها رو رد کنه و اصلا بگه من تو این بازی نیستم. میتونست توی این زمان متحد استراتژیک با آمریکا باشه و ارتش خفنی مثل زمان پهلوی داشته باشه. ایران امروزی احتمالاً یکی از متحدین سرسخت آمریکا تو منطقه. احتمال اینکه اقتصادمون یه بخش خصوصی قوی مثل آمریکا داشته باشه هم زیاد بود. احتمالاً ایران تو این دوره یکی از صنعتی ترین کشورها بود و یه جورایی ژاپن خاورمیانه بود. نرخ تحصیل میتونست خیلی بالا باشه، آزادی‌های مدنی قطعاً خیلی از این بیشتر بود. و یه نکته که باید بگم اینه که شیراز احتمالاً پایتخت رسمی زندیان بود، چون قاجار باعث شد که تهران پایتخت بشه و شهرهای شمالی از اهمیت بیشتری برخوردار شدن. ایران قطعاً قدرت اول منطقه میشد، چون اون بدبختی‌هایی که قبلا داشتیم اصلا اتفاق نیفتاده بود، مثل قحطی بزرگ، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و اصلا انقلاب اسلامی هم اتفاق نمیافتاد. ایران امروز احتمالاً خیلی روابط خوبی با آمریکا داشت، پیمان‌های دفاعی و اقتصادی و احتمالاً همکاری‌های منطقه‌ای برای نابودی تروریسم. ایران امروزی میتونست رابطه خوبی هم با اسرائیل داشته باشه، مخصوصا تو زمینه‌های نظامی و همکاری تو نابودی تروریسم. در کل برداشتی که میشه از این ویدیو کرد اینه که وضعیت ایران خیلی میتونست بهتر باشه از کثافتی که الان هست، به خاطر اینکه سالها بدبختی و 100 خورده سال بوی تریاک زیر قاجار رو مجبور نبودیم تحمل کنیم و ایران میتونست کل این سالها تو مسیر پیشرفت باشه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردی. اگه خوشت اومد میتونه منو با یه لایک کوچولو خوشحال کنی و اگه هم سابسکرایب کنی که دیگه خیلی دمت گرم. تا ویدیوی بعدی، بای بای تاریخ دوست.